بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تمام خواهرانی که امروز در سوال جواب با هم هستیم. هر خواهری که نامتان را میگیرم میتوانید سوالتان را بدهید. خواهر سمیره بفرمایید. السلام علیکم استاد جان، نازید. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله خواهرم بفرمایید. استاد جان، در همین باره در همین رسیه زندگانی میکنیم، کودکا رو به صدیق میدهیم. من فقط میرم وقتی که تا عبید سحر تا عبید میستن در عبید پیش میگیرم برای افقاطای همینای نخوردن. مرده که میگم که نتیم صدیق با اینا میگوین که در خونه هیچ زیاد نمیگیرم، تو سواد نداری، نمیتونی یاد دادن. همین در همین حالت گناهکار میشیم استاد جان. در همون ظرفای همونو سحر زفترک میخورند یا کشه یا همه چیزاشونه. خواهر سمیره، پیش از درباره به صدیق رفتن یا بخچه روزها رفتن جواب دهم، یک چیز رو میخوام از همینجا به تمام خواهران رسانم که خواهران عزیز خیلی زیاد هستند. پدر و مادرانی که میگویند فرزندمان عموما فرهنگ تاجیکی ندارند، اخلاق تاجیکی ندارند. حتی فرزندانی هستند که در روسیه بزرگ شدند و میگویند من از تاجیک بودن شرم میکنم. یعنی خوی روسی گرفتن و معاملهشون با پدر و مادر، بابا و بیبی مثل روس ها هست که به همه دنیا معلوم است که روس ها قدر خویش و تباری را ندارند. با آنها پدری پیر، مادری پیر، پدر بزرگ، مادر بزرگ یک ننگ است. و هر کودکی که الکی از 2 سالگی 3 سالگی در باغچه بچه ها در روسیه بزرگ می شود، خواهد نخواهد خوی آنها را یاد می گیرد. خواهد نخواهد اخلاق مربیه به او تاثیر می کند. برای همین من شخصاً به یگان نفر حتی در ضرورت نمیگویم که فرزندت را بده به دست روس‌ها در باغچه بچه ها. یک طرف خوراکش استد که در آنجا خوراک‌های شبهناک و حرام است، دیگر طرف اخلاق آنها را یاد میگیرد. و گفته در باغچه بچه ها سواد یاد میگیرند. خواهرم چی سواد یاد میگیرند؟ باغچه بچه ها چی سواد یاد میگیرد؟ زبان می آموزد، حرف می آموزد، متماتیکا می آموزد، خواندن می آموزد. یک مادر اگر حرکت کند نخود یک برنامه تعلیمی 5 ساله و 4 ساله و 6 ساله را یک زن تاجیک یاد گرفته نتواند. و در حقیقت انسان به حیرت می افتد وقتی مادری که هیچ کار ندارد، شوهرش تمام روز در مردکاری یا کار دیگر هست، خودش در خور هیچ کار ندارد، در دستش تلفن از همسایه و از خویش و تبار خبرگیری یا گفتم اخباری آنها را پرسی. فرزندان او را می روند زنهای روسی برهنه، آن هم با خوراک‌های پر از شبهه، باز هم اونجا دارد سالی نو، اونجا دارد تولد مسیح، اونجا دارد نمیدونم اوترنیک و چیزهای دیگر بزرگ کند. یعنی چی نمیرسد؟ مادرای تاجیک خودتون فرزندتون رو بزرگ کنید و همون تعلیمی که شما میگوید صدیق میدید در خانه شما دهید. الان اینترنت است، آموختن همه چیز اگر انسان کمی حرکت داشته باشد آسان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند همه کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته و در دوامش میگویند و زن و مادر او مسئولیت تربیه فرزند و خانه فرزند را دارد. یعنی تو مسئولیت مادریت را باید انجام دهی. گفتید من علاج ندارم، من اگر کار نرفتم از گرسنگی میمیرم چیزی دیگر، اما خودت کار نمیکنی یا شرایطی دیگر هست، یا اینکه مثلا 2-3 خواهرای تاجیک یک جا شوید بگوید بیاید تقسیم میکنیم، یک روز من با فرزندم مشغول میشوم، آرامانه یگان چیز می آموزانم به آنها، یک روز تو. ما برای معرکه ها تقسیم روزها وقت مییابیم، برای خرید و مغازه رفتن با هم وقت مییابیم، برای پیشروی بچه ها نه، باید بچه های ما را برود کودکای مثل آینه قلبش و عقیده فطرت سلیم داشته رو میدهیم دست روزها. پس از 14 سالگی 15 سالگی نشسته حیران میمونیم که چرا خوی و فعل و خراکتری روسی دارد.
مادامی که شما فقط به خاطر آموزانیدن میدهید، خودتون آموزانید، خودتون سواد یاد گیرید. اونجا فقط حرف و خواندن و دو سه رقم یاد میدین، شما با آن مشغول شوید. هم زبان مادریش خوب میشود، هم کودکی که در دست مادر تربیت گرفته است و از یگان استاد آن تربیت رو نمیگیرد. خوب استاد جان، رحمتی کلام. سلامت باشید. امی عبدالله بفرمایند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان، در همین ماه رمضان قرآن را ختم کردن نتوانیم و روزانه حداقل 4-5 صفحه اش را به طور ترجمهش، یعنی که با تفسیرش خوانیم جایز است انشاءالله؟ قرآن خوانی در همه وقت جایز است و ختم قرآن سنت است. خواهرم کردید ثواب میگیرید، نکردید گناهکار نمیشوید. مهم شما یعنی پایبند با تجوید رو یعنی که حالا درست ختم نکردم و میترسم که در یگان جاش خطاگی نکنم انشاءالله. در این وقت میتوانید فقط تفسیر خوانید اگر ترسید که خطاگی جدی دارید. اما قدر خطاگی جدی نداشته باشید، حتما یگان استاد بخونده بینید که چی میگوید، دوام دهید ختم رو، با همین روان میشوید. و ایاکم. خواهر منظوره بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله استاد جان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یا الله خوب سلامت هستید؟ الحمدلله خواهرم، شما هم خوب باشید. صداتون گرفته است. کمتر. استاد جان، سوالم آیدی جنگ امروزه امریکا و ایران یعنی آیا باید که بی‌طرف باشیم یا خود همین زنهای مسلمان از این چیزها، از سیاست مثلا دور باشد بهتر است، یا اینکه یک کمتر فکر و همین چیزاش باید بهتر است؟ موقع ما باید موقعمون میکروفون محکم کنید. خواهرای نو در آمده. خواهر منظور سوالتون رو فهمیدم. میگوین در جنگ امروز نابسامانی شروع شده، اون هم باز از طرف آدمکش های امریکا که دیگر درست پیش به ایران شروع شد. ما چی موقع داشته باشیم؟ خواهر منظوره اگر به تاریخ نگاه کنیم میدانید که امریکا هیچ آرام نمی ایستد. این تقریبا تا 20 سال ویتنام رو زده بود، بعد از این شروع کرد افغانستان رو، بعد از این شروع کرد عراق رو، باز هم همیشه اسرائیل رو یا گفتیم دولت یهود رو پیش میکند که همیشه فلسطین رو آرام نماند. شروع کرده بود با مصر جنگیدن رو، یهود ها که اونجا هم حتما بالای سرش امریکا بود. انا امروز دیدیم که به ایران هم حمله کرد. البته که یک زن مسلمان از این یعنی سیاست های این گونه دولت های غاصب یا گفتیم دولت های دزد و غارتگر با خبر باشد و اصلا بی‌طرف نباشد. یعنی شما باید بدونید که کی اینجا ظالم است و کی مظلوم است. با همه آن کمبودی ها یا مشکلی ها یا گفتیم بعضی اختلاف های شدیدی که مثلا اهل سنت با ایران دارند، ولی اینجا جنگ بین یهود رفته ایستاده است. یعنی اساساً جنگ یهود و امریکا و این طرف جمهوری ایران رفته ایستاده است که ما باید بدونیم که اینجا یهود بیا برای نابودشوی یهود دعا کنیم، برای نابودشوی ترامپ و هر کسی که طرفدار او هست باید دعا کنیم و تاریخ رو بدونیم و آموزیم که کیها همیشه بالای کدام دولت ها زوری میکنند و چیکار میکنند. اگر ببینید از یک طرف غارت شدن یک کشور، با اون هم همیشه بهانه اینها به آنجا دموکراسی جارو کردن و چیزی دیگر هست. از یک طرف خاموشی مسلمان ها و حتی کمک کردن مسلمان ها به یهود را دیده ایستادید، چه دولت خلیج باشد چه طرفداران آن، که خیلی جای ننگ است. و یک مسلمانی که او به الله یقین دارد و من نصر الا من عند الله العزیز الحمید، نصر فقط از طرف الله یگانه است. نصرت به هر چی باشد، هم مؤمنه که به نصر الله یقین دارد اینجا باید بداند که کی ظالم است که مظلوم است. من نمیگویم بی‌طرف باشید، کردو نشوید، اهمیت نه، باید اهمیت دهیم. اینجا اگر چین یا خطای امروزه با یهود می جنگید، هم من میگفتم بر علیه یهود دعای بد کنید و بگوید چین
اینجا پیروز شود تا که یهود از دست او نابود شود. کجا رسد؟ به ایران که هم همزبان ما هست، هم در آنجا اهل سنت هم هستند، هم هر چی باشد هزارها درجه بهتر از یهود و از امریکا هست. اینجا باید با خبر باشیم و یک درسی هم باشد که چگونه استوار الان استاده است که نه ما تا آخرین قطره خون می جنگیم و نمی گذاریم امریکا ما را تار و مار کند. ولی انشاءالله یک درس خوبی می شود، همون گونه که شرمنده‌وار از افغانستان رفت، شرمنده‌وار با میلیاردها خسارت از ویتنام برآمد و رفته بود. انشاءالله از اینجا هم این گونه برآمده برود، ولی درسی باشد و هر یک زن مسلمان باید از تاریخ با خبر باشد، خصوصا از تاریخ این گونه دولت‌های جنگجوی غارتگر که چگونه اینها با بهانه تروریسم و چیزهای دیگر می آیند علل خصوص کشورهای مسلمان نشین را پاره می کنند، چون در دل حسادت و بدبینی و کینه دارند و آن روزهایی که مسلمان ها بالای سری آنها حاکم بود، آن روزهایی که مسلمان ها جهان در دستشان بود. ولی کجاست آن روزها و امروزه؟ سری خم مسلمان هایی که دیده ایستادیم، ولی باید دعا کنیم که خدایا تو قادر هستی با همین بهانه نابود کن یهود و هر کسی که پیرو و طرفداران آنها هست. استاد جان سوال دیگرم بود استاد اگر که وقتتون باشه. بفرمایید. راستش خیلی که خواهر درباره سعدیک رفتن همین چیزا سوال دادن. بعد بسیاری وقت سوال بیشتر مخصوصا بعد از همین جنگ فلسطین و همین چیزا بسیارتر فکر انسان این چیز میگیرد که تربیه باید چگونه باشد که حقیقتا هم فرزند هم پدر و مادر هم همگی برای وطنشون برای ایمانشون چقدر جانفیدا هستند. یعنی همین تربیه باید چگونه باشد، از کجا باید شروع کرد، از چه چیزها باید شروع کرد. مخصوصا برای ما مردم تاجیک همین یک درس کلان میشود که خیلی که خودتون گفتید در دیگر دولت ها رفته از همه چیز و از همه اول با دین خود مقصد که فراموش میکنن کودکای خود. تربیه باید چگونه باشد برای مثل همون شدن؟ خواهر منظوره اگر شما دیده باشید به غزه در همون جنگ در داخل آن همه مشکلی کورس ها یا گفتیم درس های قرآنشان بود. کودک ها حفظ قرآن داشتن، در دستشان کتاب های اسلامی، مادرها به همدیگر حفظ قرآن می سپاریدن. هر بالای سرشان می آمد یک باره می گفتن الله، به سوی الله برمی گشتن. اینجا اگر به تاریخ اسلام نگاه کنیم یا گفتیم به هر کشوری که ثابت در جایش بود اگر نگاه کنیم، میبینید که تربیه اول جای کردن بزرگی الله، ترس از الله و چقدر الله قدرتمند است در قلب کودک است. باید پدر و مادر جای کند به فرزندان که خداوند به همه چیز قادر است. پروردگاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم را پس از آن هجرت و تنهایی و بیچارگی جزیره عرب به دستشان افتاد، کمی نگذشته پس از مرگشان در خلافت حضرت عمر دیگر فتوحات اسلام تمام جهان را یک به یک گرفتن را شروع کرد. همه وقت قادر است که مؤمنان را نصرت دهد، ولی این وعده الله هست و این چنین شرط الله هست که شما اگر در راه خود ثابت بایستید و وقتی که به کودک جایگیر میکنید که یقین داشته باش خداوند وقتی میخواهد در یک لحظه تمام مسیر دنیا یا گفتیم تمام قانونهای روی زمینی رو دیگر میکند و نصرت رو بالای بنده های مؤمنش میدهد. فرزند همیشه با آن قدرت عظیم و رحمان، با آن قدرت الله یگانه که زمین و آسمان در دست او هست با شجاعت میگردد، مانند آن شجاعت پیامبران. وقتی به زندگی پیامبران دقت یا کلا با بصیرت نگاه میکنیم، فقط همچون این که همین گونه انسان زیست و رفت، نه، این انسان چگونه بود و چگونه توانست و چیکار کرد، میبینید که همیشه خداوند چرا به ما از زندگی پیامبران میگوید و این چنین از یک طایفه بزرگی که دشمن آنها بود میگوید. یعنی الله قدرت خود را میخواهد نشان دهد که ببینید و کم من فئة قلیلة غالبت فئة کثیرة باذن الله والله مع الصابرین. الله همراه صابران است. الله میتواند که شما را نصرت دهد. یعنی به کودکان این را باید جای کرد. مشکلی ما ترس مردم را در کودک جای میکنیم. ما ترس فرم پوشا رو در
کودک جای میکنیم. ما ترس بی دکومنت ماندن رو در کودک جای میکنیم، اما ترس از الله، بزرگی الله رو در قلب کودک جای نمیکنیم. میخواهیم کودکمان شجاع باشد، در جایش قوی بایستد، بگوید یا من پیش میروم یا بگذار من دنیا رو ترک کنم. اینجا باید قدرت الله رو و اینکه دنیا هرچی باشد، حدیث پیامبر است، تمام امت تمام دنیا بالای سر تو آیند، الله نخواهد ضرری نمیرسد. در اینجا باید کودک پس از دانستن این یقین میکند که هرچی باشد هم تا زمانی که الله نخواهد مرگ نمی آید و اگر او ثابت باشد الله هم او را ثابت نگه می دارد. ولی کجا هست این گونه تربیه؟ کدام مادری رو دیدید که نشست و از بزرگی الله به فرزندش صحبت کرد؟ کدام مادری رو دیدید که نشست و از شجاعت پیامبران با فرزندش صحبت کرد؟ صحبت ها همش فقط دنیوی هستند، یا خود رو احتیاط کن و به خوردن و به پوشیدنت نگاه کن هستند. و از اینجا می بینید که سبحان الله قدری خیشتن یا گفتیم زمین و حمایت خود یک طرف استاد، حتی پدر و مادر خود رو فراموش کرده استادن. امیدوارم جواب داده باشم به خواهر منظوره جان. امی مقداد بفرمایید. و یکم خواهرم امی مقداد شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله بفرمایید. استاد یک سوالی دراز داشتم، ممکن میگم؟ اگر کوتاه باشد دید خواهرم، دراز باشد وقت رو گرفتید به دیگر ظلم می شود. کوتاه کرده دید حرکت کنید. تمام انشاءالله. من یک زن بیوه هستم، 4 فرزند دارم. ده همینو خودم کلان کردم، من 14 سال شد. همین یک تا پسرچم مبین 13-14 می شود انشاءالله. همین یک خیلی ما در اروپا زندگی میکنیم، مثلا بیرون برامده یکم کاری بزرگ چی نشود، کم کم 1 ساعت یا روزشته 1 ساعت اینترنت میمونم ده، مثلا بازی هستد، همون بازی با بازی میکنن، یک خیلی بازی چای میده بازی چی هستد، همون بازی کدی بازی میکنه پسرچم، لیکن خودم میبینم ده چی کدی سه کدام بازی چیه، آدمو کدی چی خیلی چی میکند. بعد همینجا یک خیلی بازی هست، من خیلی کوبیکچه بازی هسته، همون وجود بازی کده بازی میبرن. بعد همون بازی رو مثلا در کانالش می نویسد که من همینو میفروشم، همینو رو فروختن مثلا جایز است، مثلا استادش پرسید است، استادش گفته جایز است این بازی. من نامش با پول بازی میکند یا بی پول بازی میکند؟ نه بی پول همونجوری بازی میکنن و رنگ خودش خرسال بچه‌ها هست، مثلا میگن که میخواهم همین بازی تو رو خرم. بی پول اگر بازی کند و یگان چیز رو در آنجا برد انشالله این گناه نیست، لیکن مقداد بداند که این یکمین راه ها هست با از طریقه بازی پول کار کردن خواهرم. و حاضر در اینترنت 1 قدم 2 قدم دورتر رفتید، الکی قمار برای بچه ها خیلی زیاد است. الان کمی فروختی، اکنون با پول بازی کن، با زیادتر پول میگیری، همین گونه درها گشوده می شود. و در ما صد و ذرایع هست. صد و ذرایع همین است که بعضی چیزهایی که حتی حلال است، وقتی که میبینی که به گناه برده ایستاده است، از آن باید خودداری کنی. از حاضر باید به فرزند خود صاحب باشد که از این گونه پول کار کردن با طریقه بریدن، بازی هایی که اون هم اینترنتی است، اون هم با خردککان فروختن، از این نمود پول کار کردن خودداری کنند. به چشمش ضرر میرساند 1، وقتش رو میگیرد 2، عصبش رو ویران میکند 3. و حاضر چقدر نوارها برآمده ایستاده است درباره ضررهای جدی بازی‌های تلفنی که خداوند فرزندان رو خودش نگه دارد. یعنی من توصیه میدم که از حاضر تربیت کنید فرزندتون با همین رو پول کار کردن رو یاد نگیرد. یک برنامه سازی کند، یک بازی سازد خودش، یک چیزی که بازی که مثلا ذهن مردم رو گشوده میکند، این چیز دیگر. اما بازی که یک کس تیار کرد میروی و از اونجا چیزی میبری بعد به کودکان میفروشی، این الکی اولین قدم ها هست با این نمود چی میگن بازی های شبهناک داخل شدن. اونا خودشون خریده نمیتونن، مثلا مادرشون خریده میتونن، اونا خودشون گفته استادم که یعنی از چیزهایی است که به کودکتون ضرر دارد و فایده ندارد. ضرر دارد و چرا قمار مثلا در شریعت حرام است؟ چرا مثلا این چیزی که کودک شما میکند قمار نیست، ولی برای چه قمار حرام است؟ برای اینکه همین خیلی نشسته مفت پول کار کردن است قمار. کمی بازی میکنی، این گونه مفت کار کردن ها رفته رفته با همون محبت قمار تبدیل می شود. برای همین بهترش
پیش روحش رو گرفت و اینترنت 1 ساعت بازی کنم و یک بازی که از اون مثلا ذهنت پیش رود، یک فایده گیری، نه این گونه بازی ها. تشکر زیاد استاد جان. الله حفظ کند خودتان رو همراه فرزندتان. امی عبدالله بفرمایید. من باشم استاد برکت استاد جان. امی عبدالله با هم بفرمایید، شما با عربی نوشته بفرمایید. استاد جان سوال داشتم. سوال اول همین که شوهر ما در روسیه زندگی میکنیم، صاحب 2 فرزند هستیم و شوهرم کمی قرضدار هستند و از اینکه اجاره‌مان خیلی قیمت است، پدرم میگه که بیا به تاجیکستان، من شما را نگاه میکنم و شوهر قرضهاش بدهد و بعداً پول جمع کرده خونه بخرید. یعنی که من کفالتانه به گردن میگیرم و از شما مسئولیت پرسانی بودم که من بروم یا نه. میترسم که اگر رفتم شوهرم به زنا دست میزند، یعنی که از این ترس ها با دیلم سوزا دارم، اما بعدا شوهرم به زنا دست زند. از شما همین مسئولیت پرسانی. امی عبدالله از شوهرتون حتما مسئولیت پرسید که شوهرتون چی میگوید، شوهرتون در این باره چی میگه. یعنی مسئله خانوادگی هست. شاید به شوهرتون رفتن شما معقول‌تر باشد که زودتر از قرض خلاص میشود. شاید بگوید که نه اینجا است و اینجا حتما، یعنی با شوهرتون مصلحت کنید، مصلحت او رو بگیرید. سوال دیگه هم بود که دهه آخران در نزدیک شب‌های قدر با استاد جان خودم تنها هستم، شوهرم یعنی که شب زنده داری نمیکنن. همین چیکار کنم که خواب غلبه نکند؟ خانه که تینج هست، از همین خاطر بسیارتر خواب میاد. روزش کمی خواب کنید. روزش کمی خواب کنید. اگر روزش استراحت کنید، آره حتما روزش استراحت کرده، شب خوب از بین میرود. و بزرگی دهه آخر این است که خواهرها انشاءالله خوابم کم می شود با دانستنی اون همه فضیلت هایش. امی محمد بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. درباره زکات سوال داشتم. شنیدم که زکات مال رو به اپای و خواهر و دادر و برادر هم داده می شود به شرطی که اونها علاوه زندگی کنند و مستحقی زکات باشند. آره. اما یک چیز اینجا برای ما نفهمو است. یک شخص خیلی خواست که پرسم از شما وای میخواهد که همون زکاتش رو به اپاش دهد که همین اپاش علاوه زندگی میکند، یعنی شوهر فرزند دارد، خانه خودشون رو ندارند، در خانه پدر و مادر شوهرشون زندگی میکند، لیکن همین شوهری همین اپاش یعنی با مهنت چند سال مبلغ جمع کردگی، همین سال آنها هم یعنی به نصاب رسیده مبلغشون و همچنین قرضدار هم هستن، لیکن از این پول خانه یعنی قرضشون رو دادن نیستن و کار کرده قرض رو دادنیان و همین اپاش چند سال باز میخواهد که همون پسرچه‌اش رو گوسفند خریده عقیقه کند. شوهرش میگوید که خیلی که فرصت شد، شرایطمون شد، عقیقه میکنیم. گفته این اپاش میخواهد که تستر کنند. برای همین میتواند که به همین اپاش یک قسمی همون زکاتش رو دهد. خواهرم مستحق زکات خودتون گفته استادید که محتاج باشد. وقتی که میدوند که این اپاش محتاج است و همون پولی که در دستش هست اگر به قرض دهد او با غم بغل می شود و خانه ندارد که در آن زندگی کند، حتی در نزد پدر و مادرش است، آره به او داده میتواند. او همچون محتاج حساب می شود. سلامت باشید. امی عایشه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خانم استاد جان، همین سوال همین که اکثریت در همین یعنی که همه ما از بی‌برکتی وقت شکایت داریم. خاصتا در همین رمضان استاد جان من توصیه می‌دادید که چطور کنیم که برای وقتمون با برکت شود. خواهر جان درباره بی‌برکتی چی در رمضان چی در وقت رمضان نشانه های روز قیامت است. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح گفتگی هستند وقتی روز قیامت نزدیک می شود یتقارب الزمان، یعنی زمان خیلی نزدیک می شود، ماه ها مثل هفته، هفته ها مثل روز، روزها مثل ساعت زود می گذرد. عیناً همین چیز رو دیده استودیم، ولی الان در همین رمضان که لکه قریب نصفش رفت، از من اگر توصیه پرسیدید مشکل در زوم پیدا شد خطا نکنم یک لحظه. اگر از من توصیه پرسیدید که ما چیکار کنیم که وقتمون با برکت گذرد، هر چیزی که
شما میدانید که سبب بی‌برکتی است اون رو ترک کنید. مثلا در بعضی ها خواب زیاد، در بعضی ها زیادتر هر چیزی که سببی بی‌برکتی وقتی شما می شود اون رو ترک کنید. در بعضی خواب زیاد، یعنی از اساساً بی‌برکتی وقتی آنها سبب زیاد خواب کردنشان هست. در بعضی پخت و پز زیاد، در بعضی در تلفن نشستن، در بعضی فکرهای بیهوده، به یگان منطق زیاد فکر میکنن. یعنی برکتی وقت رو اساساً چی از بین برده ایستاده است اون رو پیدا کنیم. خواب باشد خواب رو کم کنیم، پختن زیاد باشد کمتر پزیم، زیاد در سر دسترخوان نشینیم کمتر نشینیم، زیاد با تلفن مشغول باشیم تلفن رو ترک کنیم. اما من شخصا از تجربه‌ام ام عایشه برکتی وقت رو در قیام اللیل میبینم. هر کسی که پیش از سحر خوردن 1 ساعت 1.5 ساعت، مثلا در جای شما ساعتی 5 باشد، وقت شما ساعتی 4 یا 3.5، اگرچه 2 ساعت خواب رفته باشید، اگرچه 3 ساعت خواب رفته باشید، از خواب خستید، نماز تهجد خواندید به جز تراویح یا تراویح رو همین وقت خواندید، کمی قرآن خواندید، حتما روز دیگر برکتی وقت رو احساس میکنید. و سبحان الله، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. این آیات هایی که در سوره مدثر هستند بیهوده نیستند. این آیات ها دلالت به آن میکند که وقتی شما قیام اللیل کردید، یعنی خواب کردید و خستید، نماز خوندید، باز کمی خواب کردید و بامداد خوندید، در حقیقت گویا که تمام شب هم کار کردید، روزتان هم با برکت است. یعنی حتما قیام اللیل رو به خود در همین رمضان همچون واجب بگیرید، و جز تراویحی که بعد از خفتن میخونید، یا گفتیم تراویح رو در خانه خواندید پیش از سحرخوری بخونید، حتما میبینید که روزتون ان شاء الله با برکت میگذرد. هم با یک حرکت و نشاط، یا گفتیم با یک قلب زنده روز رو میگذرانید. جزاکم الله خیرا. و ایاکم. هم بفرمایید. برای تربیه کودکان گفتم خارج شد که پیشتر سوال من همین که استاد جان، مثلا حالا کودکان خورد هستند، یعنی انسان خیلی فکرش مشغول میکنه که از کجا تربیه را شروع کنم، خاصتا که در همین در غریبی ها هستید. میخواستم از تجربه شما یکان توصیه میدادید. ام عایشه فرزندان من رو میدیدید و بعد میپرسیدید چیزی دیگر بود. من هم شاید اونقدر مربیه خوب نباشم، ولی امید داریم که پروردگار خودش فرزندها رو صالح کند. خواهرم من در فرزند کلانیم پسرم از همون خردککی از 1 سالگیش با حرف و با رقم و با اینها مشغول بودم. یعنی در خانه به هر جا حرف میچسبوندم، قطعیش بسیار درباره، یعنی هم پسرچم گپ نزده خواندن یاد گرفته بود. 2 ساله بود، به حضور عربی رو خوانده میتوانست، انگلیسی رو خوانده میتوانست، اما گپ نمیزد. یعنی از مایده که او کتاب و قلم رو شناس کنید، حاضر همه با تلفن شناس میکنند، با دستش بگذار کتاب ها رو دراند، بگذار به همه جا خط کشد، لیکن با قلم و با کاغذ وقتی کودک کلان میشود و الکی زیادی وقتش رو با اون گذرانیدن رو دوست میدارد. یعنی با کتاب های هر خیلی، با قلم، با چیز دیگر. و حتما اینجا یعنی فرزند رو چگونه که میگویند تربیه کردی، اگر فرزندی سالم میشود و بقیهش رو به الله میسپاری، نه اینکه فقط دعا کنی و تربیه نکرده خدا فرزندی مرا صالح کن گویی. و بعدی که کمی گپ زدنی شد، کمی کلانتر شد، حتما برایش یک استاد هم پیدا میکنید که هم رو شما هم مشغول باشید، استاد هم کمی با او مشغول باشد، مسئولیت حس کند. از 3 سالگی 4 سالگی 1 قطار باشد، نیم قطار باشد، قرآن یا بعضی چیزها، این چیز حلال است، این چیز حرام است، این چیز گناه است، اینها رو کم کم یاد دادن رو باید شروع کنیم که فرزند از خردی بداند که گناه های کبیره چیست و چی چیزها هست که اون نباید به آن نزدیکی کند. از اینکه کودکاتون میده تر هستن گفته ایستادم، یعنی از تجربه هم که با کودکای میده چه داشتم. دیگر کلان ها فرق میکنن، الان دیگر 16 ساله و 17 ساله خیلی فرق میکنه، دیگر تربیه نبود دوستی میکنیم فقط الان. عمر خیام نوستگی خواهر بفرمایند. هستید خواهر سارا، شما بفرمایید. سارا باشن. السلام علیکم استاد. 2 سوال دارم، خیلی کوشش میکنم که 2 تا فقط میگم. معنیش بفرمایید. یک سوال مامی بود که نه شما خودتون گفتین که آدمایی که امی رسیده کلان میشن تربیهشون دیگه میشن،
همین الله ببخشه ما هم خیلی ایمایده که همیشه در اوچومونم ایمایده که همیشه در مهری خیلی مهری خیش تباری اکاودو داری خیلی چیزا نبوده ای اویلای شب نماز با شوی خیلی توجه ندیدگی بوده شوهر کدام الحمدلله هم یک سال شد که خواهر سرور رو شنیده نمیتوانم من تا این وقتا 27 ساله نه خوندم نه روزه گرفتم نه میدونستم اکروژایشیم هم نبودم از اکروژایش نماز خون و خیلی چیزا نداشتم بعد اما روزایی که نگرفتگی میگفتم باز میستید کده شما خواهرم مادامی که مسلمان بودید و فقط از روی جهالت نمیدونستید اون روزه ها رو باید بگیرید همش رو قضاش رو تقسیم کنون به وقتتون نگاه کرده بگیرید باید همش رو بگیرید اگر عموما مسلمان نبودم گفتید و نه شما مسلمان بودید فقط بخبر از این چیزا بودید همش رو باید بگیرید ایدیم سلام آقا سبیسه когда شون بوده کرا فهمونده استابید که время زیاد نبخشه ام صبریه بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان سوالی داشتم برای همین صدیق پیشک خواهر دادم. منم دخترم این سال مقطع میره مایدکی از سببی که شروع گپ زدن نمیتونه از گپش یکم حرفش دمی کلمش یکم حرفش خیلی میکننده نمیگه. بعد خواستم که در صدیق بتسمشه دبانی بوده که گفتم کمتر چکنه گپ زدنشه طوری کنه کسی رفت بردم گفت که میتونم ایسته که دل آوزده گفت برای همین گفت خیلی کودک چه گم کرده استه گفت اما دیروز صدیق بردمشه صدیق که خیلی سبک گرجان سنا دارم صدیقای شخصی هسته همونجا بردمشه از ساعت تا ساعتای 4 استاد ده همونجا گفتم دبانی و یا که گپ زنه بگیره چی به همین سبب یه روز من فکر رفتم دخترم گفتم براش بگرده نگفته من نمیرم میگه اومدم نماز خیس خوره خواندم گفتم خداوند مرا راه نشون ده که من آیا برم نبرم خداوند دیرات بدم بساوی که دمی هر خیل گشتم ایتیم الحمدلله نه اشما جواب گرفتم که نبردنم خیلی خوبتره خودم یادشتیم هوایا برای همین گپ زنیش من چیکار کنم که یکون استاد بگیرید خواهرم یکون معلمه بگیرید تاجیکایی که روسیهشون خوب است کم نیستن یا مثلا خواهرای کاوکاز هم کم نیستن با اونها یک پولی کم میدهید اونها با کودکتون مشغول میشوند یعنی یک پولی کم صرف میکنید انشالله خوب میشوند من گفتم میشه روسیه که چیز رسایت در تاجیکستان باید من که تدگه گرفتم میشه دوایه بین کودکا باشد شاید یکان خیش تبار نزدیکتون که کودکاشون روسیهش خوب است با آنها مصلحت کنید که 1 ساعت 2 ساعت خانه شما آید یعنی حرکت کنید یک راه پیدا می شود انشالله یکان دعای نیست که استاد جان دعا نه و کودکتون میده است و گفته است که 2 زبانه است باور کنید همین بچه های من در 13 ساله 12 سالگی روحشان شروع شد از سبب 3-4 زبان با هم بودن و انشالله خوب شده میره و حتما دعا هم کنید حضرت موسی زبانشان مشکلی داشت و حلول عقدة من لسانی گفته دعا کرده بودن در آیت است در سوره طه که خدایا گرهی که در زبانم از خودت باز کن دعا کنید که خداوند زبانش را برا کن دعای مادر اجابت ولی شتاب نکنید اون خوب میشود انشالله خوب شده میرود فرزندایی که چند زبان هستن حتما به این مشکلی اکثریتشان روبرو میشوند استاد جان یک سوال دیگه برای این فرزندا استاد جان بچه‌م 10 ساله قرآن خیلی یادش دادم میخونه خیلی تنظیم میکنه خش نمیته شام خیلی نمازم یادش دادم خونده سایه بسیار بعد تنبلی میکنه میفهمم که ما باید خونیم و مسلمانیم باید چیز مایل میخونم گفتم به تنبلی میکنه گفتم خیلی همین دعا کنم بعد یک ویدیو تان دیدم که الله همین بنده را چی میکنه هدایت کرده میتونم اما در این وقت چه بفهمم فرزند ام صبریه فرزندتون 10 ساله است به اون شتاب نکنه و کودک است 10 ساله خیلی آدمی کلام برین گریه کنون الله به دعا کرده سجده کرده قرآن نمیخواند و کودک از شما در 10 سالگی چه خیلی بدید
چه خیلی نماز میخوندید، چه خیلی قرآن میخوندید، هیچی تا نبود خودتان در 10 سالگی. یعنی برای 10 ساله چیزی که شما گفته ایستادید این تماما طبیعی است. و انشالله یعنی با گفتن و گفتن کلان شوان انشالله در قلبش جای میشود باذن الله. نمازش خندو کرده کم نه. کم 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 خونه نه هیچ کار لیکن نمی‌کنه. نه کن هیچ کار نمیکنه. نه به نماز جدی در 10 سالگی شما حق زدن دارید. اگر نماز نخواند حدیث پیامبر است و باید بدوند که نلکه تماما چیزی نبخشیدنی نماز نخواندن. اما چیکار کنم که این یک بار نمازش خوب شود، قرآنش خوب شود؟ این چیز نمی شود. این قدم به قدم می شود. و حتی سبحان الله در قرآن الله میگه حتی تا وقتی که اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنة قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی. میگه انسان همین خیلی چیز است که پس از 40 سالگی قدر پدر و مادر را میرسد. پس از 40 سالگی میگه خدایا تو خودت مرا هدایت کن که من هم به تو تشکر کنم هم به پدر و مادرم. یعنی شما تربیه رو دوام دادن میگیرید. اما اینکه یک بار فرزندتان خوب و همه کار رو کند این چیز خیال است. تا آخر عمر، تا حتی 40 سالگی شما به اون میگید فرزندم در نمازت ثابت باش، فرزندم قرآنت رو فراموش نکن. حضرت یعقوب در سوره بقره است ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. یعنی حضرت یعقوب فرزندانشون پیامبر بودند. در بعضی قولها پیش از مرگ میگن بعد از من چی کار میکنید؟ بعد از من کی رو پرستش میکنید؟ من مرده ایستادم، شما راحتون چی است؟ یعنی پدر پیر فرزندانی نبیردارش را حتی وصیت میکند و نصیحت میکند. تمام اون پدر و مادر نصیحت میکنه، تمام اون از پی نماز و عبادتش میشوید. نه اینکه ما یک دعا خونیم یا یک کاری ببخشید روانشناسی رو انجام دیم که یک بار فرزند 100% این طرف گردد. جزاک الله خیر. و یکم در ما هم عیناً همین است. در ما هم عیناً هم مشکلات شما است. نمازت رو خواندی، قرآنت رو خواندی، امروز گپی دروغ نزده باشی، این کار رو نکن. در همه جا هست. فرزند است و تربیه میخواهد. خواهر عزیزه بفرمایند. السلام علیکم استاده. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عزیزه بفرمایید. میکروفونت رو محکم شد. مدینه شما بفرمایید. مدینه با عربی نوشته. خواهر عزیزه بفرمایید. میکروفونتون درست شد؟ بفرمایید. زوم مشکلی داردم و فکرم خواهرم. به فکرم زوممو مشکلی دارد. ها عزیزه بفرمایید. یکم سوالم همین که میگن مبین اصل و شام قرآن خوندن ممکن نیست. گپ راست باشه؟ نه اساس ندارد. یگان اساس ندارد. خوب رفتن خوب نیست در این وقت عصر و شام. اون هم از حدیث نیست، از قول صحابه است. خوب رفتن ضرر دارد لیکن قرآن خوندن یگان مشکلی ندارد. برعکس وقت ذکر است. تشکر. یک سوال دیگه، همین ویتامین ها دارویی که در ترکیب ژلاتین نویسندگی بسیار کودک‌ها به نزنچ میکنن. خودمون با روسیه با هوای خودمون ممکن است ما نمیدونیم ای کدام این ژلاتین تیار کرده. خواهرم شما حتما باید بدونید که از کدام ژلاتین است، برای اینکه حاضر الحمدلله از طریق اینترنت آسان است. ترکیب دارو رو به اینترنت میزنید و نشان میدن. من به نزدیکی با چند دارو رو دیدم که 100% ژلاتین خوک دارد میگوید. شما ببینید و خصوصا یک دقیقه خصوصا ویتامین ها خواهر عزیزه اون از داروهای ضروری نیستن. شما به خوراک کودک نقض نگاه کردید جای همه اون ویتامین رو میگیرن و باور کنید خواهر من اینجا بعضی شاگردا دارم داروساز یگم ویتامین نه خودشون میخورن نه فرزندشون. داروساز هستن میگن من میدونم که این ویتامین به یک جا ویتامین است و جای دیگر ویتامین رو نابود میکند. یعنی خصوصا ویتامین باشد اصلا ندهید. یعنی از چیزهای ضروری نیست. اما یک کسلی های وزمینه که آن دارو رو نخورن مثلا به مرگ دچار میشوند اینجا ضرورت آمد و حتی حرام حلال شد میگویم چگونه که در آیت است. رحمت کلان اپا جان. یک سوال دیگر، اگر اپتیکا با کار کنی و دونی که همون ترکیب دارو با ای поджелудочной железой свинина تیار کردگی همون مسلمان میبیاد میخریدم با ما باید هوای گفتنمون در کار. با مسلمان گوید بهتر است داره.
توصیه دید که آره این دارو رو خریده استاده لیکن هم مشکلی دارد گفتید بهتر است. یعنی فرزند نبود چون که باید همچه دارو میفروشید نه یک مثلا خوردنی، لیکن گفتید بهتر است. رحمت کلانکا جان. سلامت باشید خواهر. سیاحت بفرمایید. السلام علیکم معلم جون عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. من یک سوال دادنی بودم، در همین اینترنت دیدم که همین وقتی که آدمی زاد میمرن گور میکنن، همین از سیمنت همین خیلی رنگ کروک زلیبت کردگی همونا میمونن، مرده میمونن، همونا میمونن از بالاش بتون محکم میکنن. همین اجازت هست؟ اجازت نیست. نمیدونم در کدام ویدیو در کدام دین دیدید در ما به خوک میمونن. در دین اسلام نه نیست. گفته استادم کن. نمیدونم در کجا این رو شما دیدید، اما این به دین اسلام هیچ رابطه ندارد. در اسلام این گونه گور نمیکنن. طرز لحد کفتن است بهترش این، یا که چقری کفتن و بالای آن رو با چیزی دیگه. همون چیز تیار آورده موندن. و سمنتی که از بالاش سمنت ریزن نه و مثل سنگ است که محکم میکنن که خاک نریزه. انا خیلی رنگ سنگ کردگی سمنت. انشالله بوکه ندارد و مثل سنگ است. ممکنه؟ انشالله برای نچوکیدن آن را میکنن، بوکه ندارد. برای نچوکیدن. سلامت باشید خواهر. امی سارا شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من دو سوال داشتم استاد جان. من دخترم همراهی شوهرش دو فرزند داره، میراثی زندگی میکنه. خانه ندارن، مبلغ جمع کردگیان 1 میلیون شدگیه. همین چی میکنن؟ زکات باید بدن؟ آره زکات میدید. وقتی که پولتون به نصاب رسید، به 85 گرم طلا رسید، شما خانه دارید ندارید، ماشین دارید ندارید، شما باید از آن زکات بدهید. اون هم 2.5% از خواهرم. و یمحق الله الربا و یربی الصدقات، این وعده الله هست. شما با دادن زکاتتون الله برکت میدهد، سال دیگر 2 برابر میدهید، پولتون 2 برابر میشود، کم نمیشود با 2.5% دادن. سوال دیگه هم همین که استاد جان، یک شخص از دنیا رفتگی قرضدار از دنیا رفتگی های مقصد که همو آدمایی که پول دادگیان همونو چی کدیستن دعوا کدیستن که پولامونا برگردونده، یعنی که همون اویلش ندارن، همون شرایطی دادن اویلش ندارن، نه که برادرش داره شرایطی دادن داره. همین ده اگر که برادرش نتیه مقصد گناهگار میشه. خواهرم آدم قرضدار وقتی که از دنیا رفت، یکم کاری که میکنن یگون چیز او داشته باشد، چی خانه باشد، چی ماشین باشد، چی چیز نداشته باشد، اون رو فروخته میدهن و پیش از برادرش فرزندانش باید چیزی پدر رو فروشند و چی دارایی نداشته باشد بدهند. اگر هیچی دارایی نداشته باشد، اوره در اینجا اگر فرزندو هم نداشته باشد، در اینجا برادر باید بدهد، پدر، برادر، دیگر خیشان نزدیکش. بعد یک سوال دیگه استاد جان، مخدم مثلا 4 تا خوبای کاری 3 تا پسرم و شوهرم کار میکنن، مقصد مبلغ یک جوده جمع میشود. همین یک جویا مثلا یک جوده جمع میشود، همین یک جویا حساب کده زکات. آره یک جوی مادامی که پولی خانه گفته یک جویا جمع میکنید، یک جویا زکات بدهید، مادامی که همه خودش مالیات شخصی جداگانه ندارد. گفتید ما یک جا پول جمع میکنیم، یک جا بدهید. گفته استادم کن مسارا از دادن زکات زیاد میشوید و کم نمیشوید. امی عثمان بفرمایند و یکم امی عثمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان، این سوال من که پرسیاس برسی میگری برای دکومنتونه و پرسیاگرنی قسمیاش کرده گرفته گیدیم و آره نادانی می نمینم گفته سال پیش گرفته بودیم همون بر گناهکار شدیم. شما گناهکار شده دنیق این گپ 100%، لیکن چیکار کردنتون در کار با جز توبه دیگر هیچ راهی نمیدونم. من گناهکار شدید این 100% است، اما چیکار کنیم؟ توبه میکنه دیگر. پرسیاگر رو میدوند که من این دولت روسیه رو
قبول دارم، احترام میکنم، هر چی گوید میکنم، این 100% گناه هست و حتی کفر است که روسیه چی گوید من آن رو انجام میدیم گفتن. لیکن اکنون که کردید و گذشت فقط میگم توبه کنید. توبه کنم بعد پاسپورت یعنی اشکاس کنم یا نه همون استودنت پاسپورت قطعتون استد. پاسپورت قطعتون استد. برای اینکه در همه دولت حاضر میشه، در تاجیکستان هم پاسپورت گیرده اینن همین گپ رو میگوید. این گپ گفتنش گناه هست که مجبور میکنن، اما من هیچ گناه نه، هیچ گپ نگفتم، نمیتوانم، از الله میترسم. نه که من تا این درجه نمیدونستم. تماما جواب دادم امی عثمان. امی مروه. السلام علیکم استاد جان. علیکم السلام و رحمت الله. سوالم درباره این بود که از که ما الحمدلله فهمیدیم که از بانک پول گرفتنی حرام است، ریبو به داخل می شود. لیکن استاد جان از همین نزدیکا در تاجیکستان میفهمم که حتی برای لباس خریدن، حتی برای طلا خریدن هم از بانک های تاجیکستان پول میگرفتن. بعد گویم که همین خیلی این حرام می شود، این جنگ خدا و رسول به خستگی می شود. گویم میگویم که وای من مثال میگویم حاضر بیزنسمن ها حاضر نگیرن کی میتید، حاضر همه میدونن که هیچ کی پول کلان نمیتید و یا اگر از بانک پول نگیرن کارشون پیش نمیرد، بیزنسشون پیش نمیرد. یا که خانه ساخت شدیم شرایطمون نیست، خانه نداریم، مثلا بانک پول نگیریم خانه ساخته نمیتونیم، چیکار کنیم؟ میگن برای این من چی جواب بدم؟ صبر کنید بگید. ام مروه بگید صبر کنید. انسان به بیزنس کلان زندگی کرده میتواند، به خانه زندگی کرده میتواند، نیم زیادی دنیا در اجاره می نشینند و اینجا وعده الله هست و من یتق الله یجعل له مخرجا. الله میگه شما تقوا کنید، از من بترسید و به حرام دست نزنید، من به شما راه گشاد میکنم، من به شما و یرزق من حیث لا یحتسب، از جای به شما میدهم که شما فکرم نمیکردید. این وعده الله هست. برای این باید یقین داشته باشید که رزاق الله هست، رزق دهنده شما کار شما نیست. ام احمد بفرمایید. ام احمد. علیکم السلام و رحمت الله خورم. هم بفرمایید. ام احمد نوشتگی. احمد جان نه هم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان سوال من یعنی این که برای رمضان وقتی که ما یک کار عبادت رو انجام می‌دیم، یعنی که نماز نافله می‌خوانیم و ذکر می‌کنیم، عبادتش یعنی که چند سالها در نزد الله زیاد است در این ماه بزرگه. وقتی که گناه میکنه همین گناه هم آره گناه هم در ماه رمضان زیادتر نوشته می شود، اما مانند شب قدر که 80,000 گناه باشد به این یگان دلیل نیست، ولیکن همون گناهی که ثواب اجرش زیاده است گناه هم گناهش شدیدتر است. سلامت باشید. عبدالرحمن نوشتگی خواهر بفرمایید شما. سلیمه شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. دوست جان من در مدینه هستم. کمتر نیتی از آن خودم طواف سروه توغری کردیم استاد جان. وقتی که دویم دفعه و طایفه میریم احرام میبندیم نیتی نو میکنیم برای گذشتگاه. وقت کردیم استاد جان صفا مروه نکرده عمده دو رکعت نماز خوانده خانوبه یعنی که کمتر میوهای برده دوش کردیم با صابون و گل. فرداش رفتم استاد جان یعنی دو کردیم با دوام همون صفا مروه کردیم. همون قبول میشد یا که نمیشد؟ قبولش در دست الله هست، اما شما خطا کردید که اونجا شما یک رکن رو تماما ترک کردید. عمره رو کلا بهتر بود از اولش میکردید. گروه با گولس پرتافته بودیم از بس که سیم کارتی عربی نداشتیم، گولس رو گوش کردن نتونستیم از بالا. اکن پرسیم گفتم که $100 اشتراف برای گوسپند هر یک کس. آره خونش هست. ریختن خون جبران میکرده باشد یا نه من 100% در اینجا امین نیستم خواهرم. انشالله من میبینم و جواب میدیم در همین مسئله که صفا مروه که از رکنهاش هست آیا میتوانید با ریختن خون جبران کنید یا نه؟ انشالله میبینم و جواب میدیم. به من یک تو در لیچ که در تلگرام باشد یا در واتساپ باشد خط کرده مانید، حتما امروز جواب میدیم.
شما جزاکم الله خیر. و ایاکم خواهرم. خواهر مهینه شما بفرمایید. و علیکم السلام. مهینه با انگلیسی نوشتگی بفرمایید. ولی اپا جان من می؟ هم بفرمایید. اپا جان یک سوال داشتم برای در ماه رمضان دایبت کردنی خوشت آمد. خوشت آمدم که 2 سال باز گم نمیزنم از سبب بی‌فرزندیم. از سبب بی‌فرزندی فقط من دایبت میکنم. من باید چیکار کنم؟ شما چند سال است که ازدواج کردید مهینه؟ 2 سال میشه. در 2 سال بی‌فرزند بودن هیچ مشکل ندارد. بعضیا در 5 سال 10 سال می شود. یک دوم این که خواهرم دایبت یک نفر زمان گرفت اجابت می شود که شما به آن لایق باشید. اگر شما به آن لایق نباشید دعای بد فقط به خودش برمیگردد. این حدیث پیامبر است. هر دعای بدی که خوشتومن باشد، مادر باشد، شوهر باشد، زن باشد، کرد شما به آن لایق نیستید برمیگردد به خودش، چی در رمضان باشد چی در شب قدر باشد. او به شما یگان تش بر نمیگردد. و در 2 سال فرزنددار نشدن این وقتی خیلی کوتاه هست. این ماشین است که خواهر مهینه شما زبانی بعضی انسان ها رو اصلا کنترل کرده نمیتوانید. کاری که به شما توصیه میدیم و بیهودگی زنید. یقین بدانید که اون دعاها به شما یگان ضرر ندارد. اهمیت ندهید. به خداوند حواله کنید و دعا کنید که الله اصلاحش کن، که میداند که شاید چند سال بعد صاحب چند فرزند میشوید و میگوید یعنی من یک وقت خطا کردم. ولی ابا جان از پیشتمی فرزند اپراتسی شدگی همین اپراتسی ما بهانه میکنه و میخواد من از شوهرم جدا کنه. در اینجا مسئله در دست شوهرتان است. اگر شوهر شما جدی با شما زندگی کردن خواهد اصلا طلاق نمیافتد. شوهرم بین 2 آبو علاوند موندگی نه هم گفتنش میدوند نه نیا گفتنش میدوند. به همین ما باید چیکار کنیم؟ خب پدر و مادرتون که صحبت کنه در اینجا، پدر و مادرتون چی میگن؟ قد شوهرتون صحبت کنند. اگر خواستید شاید یک مدتی کوتاه دور استید، شاید به قدرتون رسد و خطاگویش درک کند. دور شدیم یک 3 ماه جدا شدیم. بعد شوهرم مرا گرفت دیگر شهر آمد. این خیلی باشد شوهرتون میخواد با شما زندگی کند خواهرم. این خیلی باشد اگر شما رو گرفت آورده باشد با شما میخواد زندگی کند. در رمضان دعا کنید الله صاحب فرزند کند و 2 سال هیچ چیز نیست. سبحان الله. برای حضرت زکریا بعد از 80 سالگی صاحب فرزند شد. من چند خواهرای شخصا میشناسم بعد از 15 سال 14 سال صاحب فرزند شدن. ان شاء صاحب فرزند میشوید. خداوند صبر دهد و خوشتومنتان و خودتان به شوهرتان هم عقل کامل دهد که این چیز رو اینقدر تنگ و بی‌صبری نکنند. ان شاء الله. الله نگهبانتون. خواهرها همینجا سوال جواب رو به آخر میرسانم. انشاءالله صحت و سلامت باشیم. درس دیگر دوام میدهیم.